امشب در مورد از این گپ میزنیم که به باور ما سرنوشت ایران چی خواهد شد، سرنوشت جنگ ایران چی خواهد شد. بسیار یک مسئله کلان است. آدم طرح کردن اینطور یک مسئله رو شاید خیلی خوش نداشته باشه. من میخوایم نظر و دیدگاه خود در مورد جنگ و جنجالی که در خاورمیانه جریان داره خدمت شما به عرض برسانم. در مورد تومن گفتم زمانی که کلگی در اوج تومن خریدن بود تبلیغ میکرد که تومن بخرین. من گفتم ما مردم تومن نخرین. امروز 1,000,000 تومن 370 افغانی معامله شد. او زمانی که من گفتم تومن نخرین 1,000,000 تومان چک به 900 افغانی معامله میشد، به 800 افغانی معامله میشد. خب فاز تومن بخرید و تومن نخرید را همینجا بسته میکنیم، دیگه در این باره گپ نمیزنیم. امشبی رو میخوایم بگویم که سرنوشت اینمی جنگ به کجا ختم میشه. به نظر من ببینین جنگ ایران و آمریکا در خاورمیانه شبیه به یک بازی شطرنج است. کسایی که به بازی شطرنج آشنایی داره میفهمند که بازی شطرنج یک حرکت وقتی یک حرکت را یک طرف انجام میده متناسبی با این حرکت طرف دیگه یک حرکت جدید را انجام میده. در میدان بازی در بازی شطرنج دو تا استراتژی وجود داره. دو نفری که روبروی هم ششته هر دوتایشان یک نقشه ای را در ذهن خود داره برای زمینگیر کردن طرف مقابل که در واقع در میدان عمل این دو تا استراتژی با همدیگر رقابت میکنه. در شرایط نظامی پیش از این جنگ ها قسمی بود که اگر یک استراتژی از قبل وجود داشت یک کشور نقشه میکشید میگفت خب این از اینجا شروع میکنم این جنگه به اینجا ختم میکنم. نقطه شروع خودم مشخص میکرد، مسیر خودم مشخص میکرد، نقطه ختم خود را مشخص میکرد. اما جنگ خاورمیانه به خاطر از اینکه دو طرف بسیار جدی داره، دو طرف بسیار استراتژیست، بسیار شکست ناپذیر و در عین حال بسیار سرسخت، این دو طرف دو تا استراتژی جداگانه داره. دو تا استراتژی جداگانه هر کدامشان هم نقشه و راه خود را پیش میبره. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها طرح کرده بودن که ما اول یک حمله گسترده هوایی میکنیم، سران جمهوری اسلامی را از بین میبریم، بعد نیروهای کرد مسلحی را که در خاک عراق و در خاک ترکیه مجهز بودن و آماده بودن اونا را میگیم که زمینی وارد شوند و بالاخره جنگ زمینی و جنگ داخلی را شروع کنن و بعدش هم حمایت هوایی آمریکایی ها باشه و اینا زمینه را به تغییر حکومت فراهم کنه و اونا یک شای لوده دیگه دارن که او را میخواستن وارد ایران کنن و به این سیستم حکومت تغییر بدن و ایران را یک حکومت دست نشانده جور کنن. این استراتژی یک طرف بود. استراتژی ایران چی بود؟ استراتژی ایرانی بود که ساختار را طور چیده بود که با حذف رهبران، فرماندهان رد میانی و فرماندهان رد پایینی اهدافشان از قبل مشخص کرده بود. نیازی به فرمان نداشتن که برای زدن یک نقطه از مرکز فرمان بگیره. فرمان ها از قبل برایشان صادر شده بود. می گفت فرمانده وجود داشت نداشت شما اینی 15 نقطه وظیفه تان است باید بزنید. و همین رقم در نهایت هم همین شد. ما و شما دیدیم یک نکته غافلگیر کننده ای که خیلی سر ایران تعیین کننده بود نقش ترکیه بود. ترکیه اجازه نداد که نیروهای زمینی کرد وارد ایران شود. همون لحظه ای که قرار بود ترامپ دستور بده که نیروهای زمینی وارد شوند، مزدورای کرد را که از اقلیم کردستان هماهنگ کرده بود اسرائیلیا، اردوغان گوشی را میگیره به ترامپ زنگ میزنه میگه اگر کردها وارد ایران شوند طیاره‌های من بلند میشه کلی از این نیروها رو میزنه و من رسما در جنگ دخالت میکنم. ببینین این مسئله
برای اسرائیلی ها و برای آمریکایی ها غیر قابل پیش بینی بود. غافلگیر کننده بود، در استراتژیشان جای نداشت. دیدن که والله اگر این نیروهای زمینی را وارد کنیم، ترکا تیارهای نسل پنجم خود میخزانن و در 5 دقیقه زده کل از این نیروها را قلع و قم میکنه و قضیه خیلی پیچیده میشه. دیگه تنها اسرائیلی ها و آمریکایی ها مجبور نیست که با ایران بجنگه، بلکه با ترکا هم باید بجنگه و این باعث شد که ترامپ در دقیقه آخر دستور حمله زمینی را صادر نکنه. وقتی دستور حمله زمینی صادر نشد، نوبت به بمباران تجهیزات زیرساخت‌های ایران رسید. گفت خب خیر، نیروهای زمینی که نرفت، دید زیرساخت‌هایشان رو دید. ایرانیا هم به اساس استراتژی خود زیرساخت‌های کشورهای عربی را زد و این زدن زیرساخت‌های کشورهای عربی هم غافلگیر کننده بود برای آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها. میگفت شاید یک چیزی بزنه و به این گستردگی انتظار نداشتن که اینا خاورمیانه را خراب کنه، مخصوصا حملاتی که بالای امارات انجام شد. و این استراتژی در مقابل استراتژی است. خب در جنگ ایرانیا مقاومت خود ثابت کردن، در جنگ توانایی خود را ثابت کردن. نیروهای مزدورشان وارد ایران شده نتانست و خودشان هم در جنگ هوایی به اون نتیجه که باید میرسید نرسید و کشورهای خاورمیانه هم تهدید شد. خود چی رای دیگه باقی ماند؟ زیرساخت در مقابل زیرساخت. زیرساخت ایران زده شد، زیرساخت کشورهای عربی زده شد و زیرساخت اسرائیل زده شد. پایگاه ها رو اونا تصور نمیکرد که اینقدر محکم پایگاه هایشان زده شود. پایگاه های آمریکا رو ایران بتونه اینقدر محکم خراب کنه. این هم دیگه غافلگیری بود. بعد قصه طوری پیش آمد که اون تیاره های آمریکایی ها رو ایرانی ها ساقط کردن. من نمیفهم، شاید با پدافند خودشان ساقط کردن، شاید با پدافندهای که چینایی ها برشان داده بودن ساقط کردن، او رو من گفتن نمیتونم. ولی مهمی است که در عمل آمریکایی ها دیدن که ما حتی دیگه در جنگ هوایی و حمله هوایی هم دست باز نداریم، میزنن ایرانی ها تیاره های ما رو سقوط میتن و این باعث شد که از جنگ دست بردارن و اینا به یک آتش بس برسن. گیمی که فعلا جریان داره، استراتژی آمریکایی ها که آمده ایران را در محاصره اقتصادی داره، نزدیک ایران نیست، از دور محاصره کرده. کشورهایی که مثلا هند، اقیانوس هند و این طرف در بحر آرام و کجا کشتی های ایران رو تعقیب میکنه در دور از تیررس سپاه که خارج شد باز اونا رو توقیف میکنه، باز اونا رو دور میده و این استراتژی فعلی آمریکایه که نمی باعث سقوط ارزش تومان شده، دست آمریکا رو بالا برده. ببین یک گام را آمریکایی ها پیش میبره از استراتژی خود، گام بعدی ایران، گام بعدی آمریکایی ها، گام بعدی ایران. بیاین گام بعدی ایران را حدس بزنیم که ایران در گام بعدی خود چی میکنه. به نظر من جنگ به زودی از اطراف ایران مورا به سمت آبهای بین المللی، همون جاهایی که فعلا کشتی های غول‌پیکر آمریکایی ها لنگر انداخته در اونجا و توسط از او اقتصاد ایران رو محاصره کردن، او کشتی ها به زودی به نظر من هدف قرار میگیره. به زودی جنگ بالای از او کشتی ها شروع میشه. زیردریایی های کوچیک را که ایران داره، راکت هایی که از زیر آب حرکت میکنه و یک سری تجهیزات دیگه را که داره، به زودی عملیات های خرابکارانه در دریا علیه کشتی های آمریکایی شروع میشه. پیش بینی است. فقط در یاد خود بگیرین، یک روزی باز میام ویدیو دوباره لایف میرم میگم که اینی که پیش بینی کرده بودم یا نکرده بودم. و این بازی ادامه دار میشه. جنگ ایران و آمریکا وقتی ادامه دار شد، وقتی این قابلیت و توانمندی را ایرانی ها پیدا کنه که تهدید را اول از مرزهای خود دفع کنه
بعد از او ابتکارات هوایی را از دست دشمن بگیره که تیاره هایشان به سادگی داخل ایران آمده نتونه. بعد از او در آبهای بین المللی بره دشمن خود تعقیب بکنه و در اونجاها در اقیانوس آرام و در اطراف بحیره عرب و در این طرفا بره با آمریکایی ها در دریا بجنگه. اینی زمان است که آمریکایی ها مجبور هستند از آبهای بین المللی جلو پوستک خود جمع کنه یا تحمل کنه، تلفات را تحمل کنه، خسارات را تحمل کنه. هر روز کشتیشان سوراخ شوه، هر روز نیرویشان غرق شوه و هر روز با جنگ دست و پنجه نرم کنه و هر روز مجبور باشه که کشتی هایی که از آمریکا به مقصد هر کشوری حرکت میکنه هدف حمله قرار بگیره. ببین چشم در مقابل چشم. کشتی اگر قرار نیست از بندر ایران حرکت کنه در یک کشور دیگه بره، قرار نیست از بندر آمریکا هم حرکت کنه در یک کشور دیگه بره. یک جنگ بحری نامتوازن و بسیار وسیع و گسترده شکل میگیره. خیلی راحت از این طرف کشتی های ایران نمیتونه بره، از اون طرف کشتی هایی که از بندرهای آمریکا حرکت میکنه نمیتونن به مقصد برسن. من اینطور یک برداشت دارم که جنگ ایران به همین سمت پیش میره، اما فشار اقتصادی بالای ایران هم زیاد است. بستگی به این داره که مردم ایران و ملت ایران فشار را تا چه وقت تحمل کنه میتونه. پایان این جنگ هر کسی که بتونه بیشترین مقاومت را انجام بده، هر کسی که بتونه بیشترین تاب بیاره در جنگ، اونمو پیروز میشه. اما بالاخره پیروز جنگ است. من اینطور یک برداشت دارم جنگ به این حالاها ختم نمیشه، به این سادگی ها ختم نمیشه و نتیجه از این بر تجارت جهانی و بر نظم جدید بین الملل اینقدر مهم است که سرنوشت ایران و آمریکا را برای دهه‌های آینده تعیین میکنه. جنگ به این سادگی ها ختم نمیشه. روی بسته شدن چپتر جنگ فعلا حساب باز نکنیم. برداشت من است. در نهایت نتیجه چی میشه فعلا چیزی گفته نمیتونم. شاید یک ماه بعد، شاید 2 هفته بعد، شاید 3 هفته بعد به یک جمع‌بندی و به یک نتیجه برسم که او را باز در یک ویدیوی جداگانه انشاءالله همراه دوستا شریک خواهد کردم. تشکر، آباد باشین، صحتمند و سلامت و سرافراز باشین. تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر گوش دادین. موفق و کامیاب باشین.